حال ایران خیلی خوبه. پرچمدار اصلاحات خود کانون اصلی قدرت در کشوره. این نسل جدید ما که نسل تحولخواه، نسل تغییرخواه، حتی نسل معترضه. این نسل داره میبینه که جمهوری اسلامی داره میبینه این نسل رو. امثال خانم آذر منصوری در درون خودشون راضی نبودن پزشکیان تایید بشه. اصلا تصور نمی‌کردن شورای نگهبان بیاید و پزشکیان رو تایید بکنه. آقای نصیری، آقای تاج‌زاده، اینهایی که اساس نظام فعلی نفی میکنن. اشکال نداره نفی کنید. ولی روندی رو که دارید توضیح میدید یک روند تخیلیه. اساسا تضاد آقای مهدی نصیری با جمهوری اسلامی متفاوته با تضاد تیپ‌هایی مثل مصطفی تاج‌زاده با جمهوری اسلامی. آقای خاتمی نماد جبهه اصلاحات، آقای خاتمی تابلوی قشنگ جبهه اصلاحات، لیدر جریان اصلاحات. خانم آذر منصوری من اعتقاد دارم یک روند و فرایندی در جبهه اصلاحات، ایشون سوار آسانسور شده، دکمه آسانسور رو براش آقای محسن میردامادی زده. خانم آذر منصوری کیفکش بهزاد نحوی هم نمیتونه باشه. خب شما کلید جبهه اصلاحات رو میدید دست محسن میردامادی که بعد محسن میردامادی بیاد کیفکش خودش رو بذاره رئیس جبهه اصلاحات. خاتمی من اعتقاد دارم بعد از 76 با آقای تاج‌زاده در تضاد استراتژیک قرار گرفت. آقای خاتمی میدونه تاج‌زاده داره نگاه مارکسی، خط مشی مارکسیستی رو دنبال میکنه، احساس خطر میکنه. قیچی 2 تا تیغه داده، یه تیغش محمود احمدی نژاده، یه تیغش میرحسین موسویه. روش آقای تاج‌زاده، روش خانم آذر منصوری، روش آقای محسن میردامادی، کنش‌های خانم زهرا رهنورد، کنش‌های آقای مهندس موسوی تماما مبتنی بر یک پارادایم مارکسیستیه. احمدی نژاد همونقدر پوپولیسته که میرحسین موسوی پوپولیسته. دلم میسوزه در مورد ظرفیت آقای مهندس موسوی، تأسف میخورم. من آقای روشنی زمان دانشجویی عکس آقای مهندس موسوی رو تو اتاقم زده بودم. میرحسین موسوی از میرحسین موسوی عبور کرده. حتی در مسئله هسته‌ای آقای مهندس موسوی مواضع شبیه مواضع سعید جلیلیه. اتفاقا میرحسین موسوی از صحنه خارج شد، اینها شدن لیدرهای جریان انقلابی. وقتی خودشو برد تو یک زمینه دیگه، اینجا خلا ایجاد شد. سعید جلیلی شد پرچمدار، حمید رسایی شد پرچمدار. من معتقدم بعضی از افراد و جریانها مثل اونهایی که اومدن در کلاب هاوس یک چیزی درست کردن تحت عنوان نجات ایران و چه کسانی مثل امیر ارجمند و این جریانها، اینا کاسبان حسرن. یکی از دلایل طولانی شدن حسرهای مهندس موسوی عملکرد امثال اردشیر امیر ارجمند هاست که اینا کاسبان حسرن. تیم بایدن میان ترامپو ترور کنن. یعنی تضادها اونجا به مراتب عمقش بیشتر است. امریکا در هیچ کشوری که سلطنت رو انداخته، تاریخ نمیگه ها، در هیچ کشوری که سلطنت رو انداخته دوباره پادشاه در واقع سلسله قبلی نیاورده. اصلا رضا پهلوی تو قد و قواره پادشاهی در ایران تعریف نشده، تعریف نکرده خودش رو. آقای رضا پهلوی جدی گرفته نمیشه، سر کارش گذاشتن. پزشکیان یه فرصت تاریخیه برای ایران. ما در خوانش اصلاحات بین آقای پزشکیان و خوانش غالبی که اتحاد ملتی رو دارن تفاوت وجود داره.